این صفت الله، لطف الله. الله لطیف بعباده. بفرمایید در مورد لطف الله توضیح بفرمایید. به نام الله که بسیار لطیف است و بسیار خبیر است و بسیار علیم است و بسیار حکیم است. حقیقتا هر کدوم از نامهای الله را نگاه کنیم پر از خیر و برکت است. تمام این نامها ما داریم بررسی میکنیم، همش از لطف الله، از رحمت الله، از کرم الله، از روزی دهندگی الله، از بخشندگی الله، از رحمت الله است. پس واقعا جای تأسف است که ما چنین پروردگار مهربانی داریم و اما آنچنان که باید و آنچنان که شاید و باید است حق بندگی را ادا نمی کنیم، در حالی که پروردگار ما را برای بندگی آفریده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله اکبر. ما را برای بندگی آفریده، برای اینکه بندگی ما نیاز به آن داریم، وگرنه خدا نیاز، الله به بندگی ما نیاز ندارد. اگر همه آدم ها مثل اتقى رجل واحد باشند، مثل محمد باشند علیه الصلاة والسلام، یک ذره فایده برای الله ندارد. و اگر برعکس معاذ الله همه انسان ها و همه انس و جن مثل فرعون باشند، مثل اطغى طواغیت زمین باشند، هیچ ضربه‌ای به خداوند متعال نمی‌رسانند. فرعون چه گناه کرد الان خامنه‌ای وجود داره؟ مثل اطغى طواغیت. خیلی خوب، خامنه‌ای اطغى من فرعون 100%. قطعا میگم خامنه‌ای از فرعون طاغوت تر است. خامنه‌ای رسما کتاب خدا برایش اومده، جلوی دستش است، ولی این حقیقت را از این همه مردم مسکین پنهان نموده. قرآن مبین، کتاب مبین، رسالت مبینه اومده، ولی اون حق را پوشانده و باطل را آشکار میکند. بله، لطیف حقیقتا از اسم لطیف مشخصه که پروردگار صفتی دارد که با بسیار با لطافت کار میکند، کارهایش بسیار لطیف هستند. وقتی که ما نگاه کنیم که اسم لطیف یعنی میگه کسی که با کسی نیکی میکند خودش متوجه نیست. این قدر ریز و دقیق است. و همین خاطر بعضی از اهل علم میگن هدیه لطیف. چرا؟ چون هدیه دادن به کسی انگار تو میخواهی با او به نوع محبت کنی، غافلگیرش میکنید، شرمنده اش میکنید. چه لطفی در حق فلانی کردی تو. چه لطفی کردی. در نتیجه لطیف اینجوری است، پروردگار در حق همه بندگان بدون اینکه خودشون متوجه باشند لطف میکند، رحم میکند، مهر می‌ورزد. آیه الله لطیف بعباده و نه الله لطیف بالذین آمنوا یا الله لطیف بالمسلمین. الله لطیف بعباده. این آیات مسیحی هر کمونیست، این آیات در 7 جای قرآن این لطیف اومده. بد نیست که اشاره به آن بکنیم. میفرماید لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره انعام آیه 102 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. دقت کن در اینجا، یعنی لطیف در همیشه جاهایی بیان گفته می شود که خیلی گنگ و پوشیده و غیر واضح باشد. در اونجا مثلا اینجوری میگه بصرها، چشمها او را درک نمی کنند، اما او بصرها را درک می کند چشمها، و او بسیار نازک بین است. در اینجا بگیم نازک بین، لطیف. خبیرم گفتیم یا اینکه بسیار آگاه به دقایق امور است، یا اصلا خود اشیا به او خبر میدهند. در روز قیامت زمین داره به پروردگار خبر میدهد چه چیزی در اونجا اتفاق افتاده. یعنی نه اینکه خودش به اشیا علم دارد، خود اشیا به او خبر میدهند. این میشه خبیرم. خود اشیا به او خبر میدهند که چه چیزی اتفاق افتاده اینجا. این نکته خیلی زیباست. پس الله لطیف است، بسیار نازک بین است. مثلا در اینجا نکته بسیار زیباتری که مثلا هر کدوم نگاه کنی در حد اعلی است. ولی این در سوره یوسف میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و رفع ابویه علی العرش.
هنگامی که پدر و مادر یوسف علیهم الصلاة و السلام آمد به مصر، رفع ابویه علی العرش، بفرمایید بشینید روی تخت، اونا را نشاند و خروا له سجدا، همه به او سجده کنان سجده کردند، یعنی سجده تحیه. در اونجا عادت این بود که برای بزرگان به جای اینکه سلام میکردند سجده میکردند، سجده تحیه نه سجده عبادت. حکم شریعت آن زمان در این زمان ما جایز نیست. معاذ بن جبل وقتی که برگشت به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله در یمن، جلوی رسول خدا سجده کرد. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت این دیگه مردم ما دیدیم این برای بزرگانشان اینجوری میکنن که شما از همه شایسته تر هستی. فرمود لا یجوز، یعنی فرمود اگر جایز باشد کسی برای کسی سجده کند، دستور میدادم زن برای مرد سجده کند، ولی نه، سجده در شریعت ما نیست، اما در اونجا آنچنان بود. و قال یا ابتی هذا تأویل رؤیای، گفت ای پدر بزرگوارم این تعبیر خوابم. برادرانش که همه برای سجده کردند، پدر و مادرشم، هنگامی که فرمود یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، دیدم که 11 ستاره و ماه خورشید برای من سجده میکنن. گفت الان متوجه، این بگه لطیف، یعنی خیلی دقیق و ریز، یواش یواش این قضیه روشن میشود و چجوری هست. هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، که پروردگار این رؤیای من را به صورت حقیقت تحقق به آن بخشید. و قد احسن بی، الله با من نیکی کرد، اذ اخرجنی من السجن، هنگامی که من را از زندان بیرون آورد، و جاء بكم من البدوی، و شما را از روستا به شهر آورد. و جاءكم من البدوی من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه الله نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان در بین من و برادرانم یک اختلافی ایجاد کرد، یعنی آنان احساس کردن که چون پدر و مادر اولا احساس میکنه پدر به اون محبت بیشتری میکند، بقیه بچه ها از این کار بدشون اومد. بل اما پروردگار همه اینها را از بین بود. ان ربی لطیف لما یشاء، همانا پروردگار لطیف است، بسیار یعنی کارهای نیکش و ریزش، یعنی کارهایش اینقدر ریز و دقیق هستند که انسان متوجه نمیشه مگر بعد از تحققش. کل کارهای خداوند طبعا نیک هستند و کل یعنی اقدامات و صفات این اسم لطیف این را بیان میکنند، یعنی تمام این چیزهایی که برای یوسف پیش آمد برای تحقق همین قضیه بود که آنچنان از اونجا بچه ها این کار رو بکنند و برادرانش به او حسد ببرند و بعدا او را در چابی اندازند و بعد از این هم اون کاروان بیاید و او را بیاورند به مصر و در بهترین جا او را جای بدهد پروردگار و بعدا در نهایت کار او عزیز مصر شود. و مکننا لیوسف فی الارض لیتبوأ فیها کیف یشاء، دیگه ما تمکین کامل به یوسف بدهیم و هر طوری میخواهد در آن حکم کند. این نکته خیلی مهمه. بعضی ها میگویند پس جایز است در یک نظام طاغوتی که حکم در آن به حکم غیر ما انزل الله می شود، یک انسان مسلمان وارد شود و در آنجا حکم کند، به دلیل اینکه یوسف در وارد حکومت عزیز مصر شد ولی در اینجا پروردگار میگه ما تمکین به یوسف دادیم. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، یعنی تمکین کامل 100% داشته. اگر یک مثلا نظام طاغوتی و علمانی اگر مسلمانی وارد شود و وزارت مثلا دارایی و اقتصاد را به او واگذار کنند، بگویند 100% در آن مختار باش، هیچ اشکالی ندارد. بله، حتی اگر هم بتونه بالاخره انسان میتونه هر چقدر جلو شر و جلو فساد بگیره، بهتر از اینی که اصلا هیچ قدرتی نداشته باشه و نتونه جلو فساد بگیره. متشکرم دکتر عبدالحمید عالی.